رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا هم نمیدونیم که این ماه مبارک رمضان ما و شما را در کدام حالتی که ما هستیم ما را ترک میکند و خدا کند که ما و شما در این ماه عملها و کارهای انجام داده باشیم که سبب گناه سوزی ما و شما گشته باشد و سبب رفعت و بالا رفتن درجات ما و شما گشته باشد. خب ما و شما امروز در روز 26 ماه مبارک رمضان قرار داریم، اگرچند در روسیه و تاجیکستان روز 25 است، ولی در مکه و در اکثر کشورهای دیگر دنیا روز 26 ماه مبارک رمضان است و امشب شب 27 ماه مبارک رمضان است و امیدواریم که انشاءالله شب 27 هم یکی از شب‌های طاق ماه مبارک و عادتاً ختم قرآن و عادتاً یعنی مساجد زیاد در این شب ختم قرآن خود را انجام می‌دهند که در تراویح یا در قیام لیل انجام دادند در طول این ماه، یا اینکه بعضی از مساجد از دهه آخر شروع کردند به یعنی قیام لیل و بعضی از مساجد از آغاز ماه مبارک رمضان تا به امروز قیام لیل داشتند. اگرچند عددی مساجد از آغاز شروع کرده کم است، ولی اکثر مساجد از دهه آخر شروع به داشتن ختم قرآن در قیام لیل هم هستند غیر از تراویح. و خوب دیگر می توانیم بگوییم که از آغاز این دقایق در بسیاری از مناطق چون عصر را ادا کردند و می توانیم بگوییم بیگاه روز 27 داخل شد و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی اگر این شب شب قدر باشد و اگر این شب شب طاق چنانه که می دانیم جستجو نمودن شب‌های قدر در دهه اخیر ماه مبارک رمضان و در شب‌های طاق آن و هر شخص شب قدر را پیدا کرد گناه او بخشیده می شود و بخشیده شدن گناه دلالت بر پاکی انسان می کند که دیگر هر دعایی که در نزد الله انجام دهد دعای او مستجابی درگاهی الهی است و امیدواریم در حق ملت وطن و مردم دعاهای خیر و خوب را همه ملت و مردم انجام خواهیم داد تا اینکه توانیم زندگانی خوب و زندگانی آسوده در آینده، چون ما خودمون چیزی دیدیم ندیدیم توکل ما و الله پاک، ولی نسل آینده این ملت توانند در زندگانی و عافیت خوب قرار داشته باشند. چنانه که از عنوان برنامه تمام بیننده عزیز و گرامی آگاهی دارید که یعنی ما تقریبا 400 برنامه امروز یعنی 400مین برنامه منبر مهاجر است که با همه یعنی مشکلات با همه آنچه که ما داشتیم الحمدلله برنامه منبر مهاجر در طول این یعنی از سال 2020 تا این روزی که در خدمت شما هستیم یعنی از 29 اپریل سال 2020 تا این 15 مارس 2026 یعنی تقریبا 5 سال و 10 ماه و 14 روز در خدمت شما، یعنی حدود 6 سال شد بعد از یعنی که تقریبا 1.5 ماه 6 سال است که ما در منبر مهاجر در خدمت شما قرار داریم. روزهای خوب داشتیم، روزهای سنگین داشتیم، خندیدیم، گریه کردیم، خوشحالی کردیم، درد گفتیم، رنج گفتیم، مصیبت‌های ملت گفته شد، دردها و رنج‌هایی که مقامات انتظامی کشور برای ملت و مردم انجام دادند آنها را گفتیم، از آن چیزی که به فایده این ملت بود و به نفع این ملت انجام یافت یا اینکه در صدد انجام شدن به نفع این ملت بود چنین یعنی چیزهای را هم الحمدلله که بیان داشتیم و الحمدلله در این مدتی تقریبا 6 سال
در خدمت ملت و مردم بودن هم این کاری سهل و ساده نیست و هم شما شاهد آنید که برنامه منبر مهاجر زیر هیچ شرایط قطع نشد. یعنی زیر هر وضعیتی که ما داشتیم، حتی در سفر بودیم کوشش میکردیم خودمون برسانیم، حتی در حالتهایی که ملاقات داشتیم، حتی دخترم بودگی است که در وقت برنامه آمدگی است گفتگیم دختر منه به فردا یا پس فردا بگذارید چون که نمیتونم، اگر چنده که گرفتن رنده او خیلی مشکل است برای دکتر، منظور همون وقت معین میتین، باز نشد با یه هفته پست میتیه، ولی به خاطر که برنامه منبر مهاجر قطع نگردد دکتری که برای سلامتی است اون گذاشتیم به یک وقت دیگر و برنامه را پیش بردیم. یعنی زیر مشکلاتی که داشتیم به اینترنتی ضعیف داشتن، اینترنت گم میشید، باور کنید در داخل ماشین هم برنامه منبر مهاجر را گذراندیم، در حالت سفر بودن هم برنامه منبر مهاجر را گذراندیم. یعنی مدت این 6 سال در خدمت این ملت، در خدمت این مردم الحمدلله که قرار داشتیم و همه این برد و باخت هایی که داشتیم ما چون هدف و منظور از این برنامه منبری که برای افرادی که منبر ندارند، المنبرون لمن لا منبر له، منبر و جای سخن گفتن که مردم جای سخن گفتن نداشتند. انا برای همین این برنامه تأسیس شده بود و آغاز یک برنامه های عادی داشتیم، آغاز تا حدود 20 برنامه، حتی من خودم گاه میبینم برنامه های آغازینی منبر مهاجر میگیم سبحان الله با کدام شکل ها برنامه را شروع کردیم. حتی برادران بودن الله شاهد است که 2 ساعت تلفن همیتا قپیدگی تا اینکه ما برنامه را تمام کنم، شکتیف نداشتیم. یعنی 2 ساعت برنامه را همیتا تلفن قپیدگی تا اینکه من برنامه را تمام کنم. واقعا دستی گلی برادران در نکند، خداوند حفظشون کند. بیچاره میخواه که تشناب روه حاجت خانه، میگه دیگه نتونستم، میگم صبر کن که برنامه ولی تمام شود بعد میره. یعنی به همین شکل برنامه را گذراندیم مدت این 6 سال با تمامی امکاناتی که داشتیم در مقابل این رژیم قرار گرفتیم. تهدید شدیم، یعنی تهدید به اکسترادیسیون شدیم، تهدید به قتل شدیم، تهدید به تمامی، یعنی که کار خواستن انجام دادن به خاطر اینکه این برنامه قطع شود تا اینکه مردم دیگر صحبت نتوانند کرده و درد دل مردم گفته نشود و تا اینکه مردم بیشتر بیدار نشوند. ولی الحمدلله با تمام اون وضعیت حتی امنیت آمد، منظور که برنامه مستقیمت یعنی که امکانی مشکل آوردن برات دارد، بتونی یک چند روز انجام نتی برنامه را، گفتیم نه هیچ مشکلی نداریم، یعنی خودتون مسئولیت به عهده خودتون، گفتیم باشد شما کار خودتون را انجام تید، یعنی ما آنچه که لازم است انجام میتیم. یعنی تمام آن کارهایی را که انجام دادیم بازم به خاطر بیدار کردن، بازم به خاطر فهموندن، بازم به خاطر آگاه کردن، باز هم به خاطر اینکه این ملت مصیبت و وضعیت هایی که در داخل کشور دارند و در هجرت دارند، یعنی اونها را برای ملت و مردم بازگو کردیم. یعنی بتوانیم بگیم حدود خیلی کمک های زیادی هم توسط برنامه منبر مهاجر و مهاجرها شد الحمدلله با شکل های گوناگون. یعنی منظور در همون داخل روسیه زنها را کمک کردیم، مهاجرها را کمک کردیم، برای بازگشت بسیاری از مهاجرها کمک کردیم. زنهای بی سرپناه در روسیه بودن توسط برنامه منبر مهاجر خیلی از مشکلات هاشون رفع شد. زنگ زدیم، با ما زنگ زدن، ما با برادرایی که در هر مناطق روسیه هستند زنگ زده گفتیم کمک کردن. برادرایی که در مشکلات قرار داشتن، یعنی نام افرادی که ظلم می شدن در روسیه توسط برنامه منبر مهاجر و دیگر برنامه هایی که اصلاح دارد ما نام گرفتیم، مشخصات اون افراد داده شد، چهره های افراد ظالم در مناطق گوناگونی که به مهاجر ظلم میکرد آنها آشکار شد. یعنی همه اون وضعیت و حالتی که ما امکان انجام دادن در این برنامه بود الحمدلله که انجام دادیم. یعنی این کار است که واقعا هم یک کار سهل و ساده نیست، اگرچند برای شخصی که میخواهد خدمت انجام دهد
یعنی این هیچی یعنی مشکلی وجود ندارد در آن، اما برای افرادی که شانه خالی میکنن برای اونها واقعا هم یعنی که مشکل است. چرا؟ چون پیش کوشش کوه آهن با مثال سوزن است، تنبلان را سوزن مانند کوه آهن است. یعنی منظور از این کلمات، منظور از این خطبه که یعنی در مورد آن گفتیم این است که ما توانستیم در مقابل یک رژیم منحوس رحمانوف با تمام یعنی وضعیت و حالتی که داشتیم ما ایستادگی نمودیم. یعنی این گفته های من واقعیت حال است که ما در طول این همه وضعیت یعنی آن را انجام دادیم. این بازگو کننده از وضعیت است که در همه حالت انجام داده می شود. اگر انسان خواسته باشد من باید استودیو داشته باشم، من باید تجهیزات بهترین، خودتون شاهدید که زوگ نمی رود، کامپیوتر ویران است، ولی بازم یعنی ما از مبارزه خفا نایستادیم. چرا؟ چون که وظیفه و آن چیزی که ما باید انجام بدیم انجام دادیم. الله شاهد است. یعنی که من دیگر زیاد نمیخواهم بسیاری از حالات و وضعیت ها را بگم. پول دادیم به خاطر اینکه بریم جایی برای برنامه نداریم، رفتیم یعنی که رفتن برگشتن تا 80 تا 100 یورو مصرف میشد، ولی همون برنامه را انجام دادیم. ولی ببینید که منظور از برنامه کردن چی است؟ منظور از برنامه کردن فایده کردن مالی است یا که فایده ملت به ملت فایده رساندن است؟ از برنامه منبر مهاجر برای ما یعنی که یگان فایده شخصی وجود ندارد، یگان فایده نیست، تنها این برای منفعت ملت و آگاه کردن ملت و این چنین آن کاری که شروع نمودیم باید تعطیل نشود. زیادی از برادران، خوب الله حفظ کنه برادرایی که مبارز هستند، در هر حالت خوب مشکل است، نمیتونی ادامه دادنی یعنی که یک کار با تایم و با وقت معین با همون یعنی که روشی که داشتی همیشه باید انجامش بدی. کار میبرد بیماری میشود، یعنی نکردیم این کار. برای چی؟ ترکش نکردیم. خب نمیدونم که با کدام شکل یعنی بیان دارم که یعنی آن چیزی که انجام دادیم الله سبحانه و تعالی به خاطر اینکه قبول در دل مردم بگرداند اینه صادقانه و مخلصانه انجام دادیم. برای چی؟ به خاطر اینکه هدف و مراد و مقصودمون معین است. یعنی بسیار حالتها و روزگاری وزمینی هم قرار داشتیم که اما برنامه را ترک نکردیم. چرا؟ چون که چون که بزرگان میگن یک انسان وقتی که یک کار انجام داد اگر در کارش مداوم باشد خداوند در اون کار برکت میتید. اگر چنده که اون کم هم باشد ولی مداومت در هر کار از پیش برکت دارد. به خاطر که همون برکتی فهماندن، برکتی فهمیش مردم از بین نرود، یعنی ما برنامه ها را به هیچ شکل قطع نکردیم. خوب این وضعیت و حالت بود که در یعنی تقدیم برنامه های منبر مهاجر یعنی تقدیم کردیم و گاه در سال 100 برنامه شد و گاهی در سال 90 چند برنامه. در وقتی که یک برنامه داشتیم یعنی در سال یعنی که با عدد اون کمتر تا 48-50 می رود. خودتون میدونه که در یک سال در یک ماه اگر 4 برنامه داشته باشیم ولی اگر در یک ماه 8 برنامه داشته باشیم پس اون باز یعنی که عدد بیشتر میشه، یعنی میرسد زیر 100. ولی اگر یک برنامه داشته باشیم در یک سال همون 48 برنامه یعنی که مقرری که اگر یگان روزی برنامه در ماه اگر زیاد باشد امکان دارد تا یعنی که همون عدد ها می رود تا زیر 50 می رسد تمام. ولی اگر 8 برنامه داشته باشیم زیر 100 یعنی که در یک سال می شود. اکنون شما فکر کنید که در مدت 6 سال ما توانستیم تنها 400 برنامه تقدیم کنیم. ولی یعنی باز بودن ماهایی که امکانی کامل انجام دادن برنامه نداشتیم، ولی هیچ وقت اصلاح از انجام عملها و کارهایی که باید انجام تید نامه ها از ناحیه ها سیمیکنیوز و برنامه جدیدی که راه اندازی شد نامه مرا علاهیده نشر کنید و اینچنین تحلیل های گوناگون و نامه های سیاه و دستیه های سیاهی که از مقامداران به اصلاح میرسند یعنی اونها را به هر شکل و به هر وجه الحمدلله که ما رساندیم.
پس این دلالت بر یعنی کار کردن ما میکند. یعنی ما در انجام مسئولیتی که الله سبحانه و تعالی برای ما گذاشته است، اون مسئولیت ما میتوانیم بگیم که هم الله شاهد است و هم مؤمنان شاهد هستند، هم ملت و مردم شاهد است که با آن شکلی که باید ما انجام میدادیم، یعنی که امکانی داشتگیمونه، الحمدلله که انجام دادیم. پس امروز این برنامه را به خاطر همون گذاشتیم تا اینکه به شکل مردم آگاه سازیم که 400 برنامه برای آزادی از غلامی انجام دادیم، اما فهمیش و یعنی ملکه مردم در این قضیه به کدام شکل بود؟ یعنی آیا مردم همه آن چیزی که ما در این برنامه هامون گفتیم و برای مردم فهماندیم و ماهیت و وضعیت و حالت یعنی بیان داشتیم، این چی یعنی مفهوم داشت و چی مردم از آن یعنی که فایده هایی گرفتن؟ البته ما نمیگیم که 100% امکانی این گپ هیچ وقت یگان کس حق گفتن هم ندارد. یعنی برنامه منبر مهاجر برنامه فهماندهی و منبری که یک مهاجری که در تیوی های تاجیکستان و در رسانه های تاجیک درد و آن چیزی که دارد نشر نمی شود در منبر مهاجر نشر می شود. گاه بعضی از مهاجرای بودن که برای گپ زدن یعنی با مشکل مواجه شدن، اینا هیچ کس این کار نمیتوند کرده، ولی با مشکل مواجه شدن که ما براش منبر دادیم که صحبت کنه، اما رحمان رو بگه تو چرا شکایت داری از من؟ تو شکایت نکنی، تو باید بگی پیشوای ملت آدم خوبه، تو حق شکایت کردن یعنی نداری. ولی این مشکلی ما نیست دیگه. ما منبری که برای مردم داده شود، میکروفون آزادی که در دست مردم داده شود تا مردم درد دلش بگن، ما اون انجام دادیم و توجهی مقامات به برنامه ها بیشتر شد که همتون شاهدید که یعنی مردم چگونه مقامات می رفتن، از رئیسای جماعت شروع کرده تا رئیسای مکتب تا دیرکتور مکتب تا دانشگاه ها و تا حاکمای منطقه ها و ناحیه ها، یعنی حتی وادار به وارد شدن به برنامه میشدن تا اینکه بر علیه ما صحبت کنن و گویا مردم به شکل بفهمونن که مردم یعنی بفهمید که تاجیکستان تنج است، آباد است، یگان مشکلی وجود ندارد، در حالی که خودشان میدونستن که یعنی دروغ میگن، اما ناگزیرن دروغ بگن، ناگزیرن کار انجام تیان تا اینکه یعنی ای خرگله خفا نمونن. یعنی مردم را میدونیم که بعد از در برنامه اشتراک کردن از پشت زنگ میزدن، آخه داملا بفهمید ما را مجبور بردن، خی ما نمیخواستیم صحبت کنیم، یعنی شما وضعیت ما را باید خوب بفهمید. ما بله وضعیت همه را فهمیدیم، ما وضعیت تمام افرادی که صحبت کردن به هر شکل و به هر حالت و وضعیتی که قرار داشتن الحمدلله ما فهمیدیم و ما چنین نیستیم که افرادی که مجبور و اکراهن و بدمیدیدگی کاری که برای برآمد کردن و بر ضد ما صحبت کردن داشتن، ولی حکومت اونها را مجبور وارد میکرد. واقعا این یعنی یک دهشت های گوناگون بر سر مردم آوردن. ما واقعا هم در طول این 6 ساله که در خدمت این ملت و مردم بودیم، عملکردهای ما به خاطر نفع رساندن به مردم بود، اطلاعات رساندن برای مردم بود، فهمانده دادن برای مردم بود، مردم به شکل آماده کردن به خاطر اینکه این رژیم منحوس خوناشام نباید دیگر چکار کند، ادامه حاکمیت کند. ولی آن چیزی که برادران و خواهرانی که از این مکتب اصلاح فارغ شدند و به خاطر خودشون چیزی گرفتند، اونها همیشه آماده عمل و آماده کار هستند. هر کسی که فهمید و دانست که دشمنش کیست و هر کس، هر شهروندی که فهمید که رحمانوف دزدی داره، غارت داره، تجاوز داره، ملیسش ظالم است، امنیتش دروغ میگه، تهمت داره، مردم از زندان داره، سودش عدالت نیست، در دادگاهش یگان نفر بیگناه نمیبره، یگان کسی که در دادگاه دلش رفته است او ایسو بیگناه نبرآمده است، حتما زندان شدگی. به خاطر چی؟ به خاطر داغ سودی گرفتن این ملت و مردم. رحمانوف این مردم با مردم تورمچیک تشکیل داد تا اینکه این ملت با یک ملتی یعنی زندانی شده، یعنی تمام تاجیکستان یک بار داغ سودی دارد. حتی من که در همینجا نشستم سال 2010 یک تنه سودی میگرفتگی دارم، سال 2012 یک تنه سودی میدارم، سال 2015
ماهی اوگوست یا تا سنتیابر والله علم اخیر اوگوست اولی سنتیابر تا چهارم سوم سنتیابر همتری نسودی سال 2015 دارم یک کنید ای 10 12 15 یعنی دیگه ایو بعد ندارم که دیگه معلوم است. یعنی سه تا نسودی میدارم که وزارت کارهای داخله برای من نوشته که همین آدم یعنی که سودی می نداره و یگان بار با یگان جنایت دست زدگی نیست. ولی بعد از این که سال 2016 17 با مبارزه شروع کردم در مقاله ها اول دعوت میکردن مادرم میبردن برادرم میبردن تا اینکه بس کنم. خب دیگر 17 باز کار شروع بیشتر شد یعنی که با سایت اصلاح که با کار شروع کرد از ماه اپریل سال 2017 یعنی که به همین شکل آمدیم تا اینکه 18 19 دیگر در عین شروع برنامه ها و 20 شروع کردن بر علیه ما توطئه های گونه را تا اینکه یعنی گویا که ما را قلاب و دزد تمامی یعنی که جنایتی که در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان است بر علیه ما استفادهش بردن. حمله های دروغ، تهمت ها، دروغ ها، تمامی کاری که خواستن انجام دادن. اما آیا این به نتیجه شون تمام شد؟ نه. چرا؟ چون که ما آدمی نیستیم که عقیده نداشته باشیم. وقتی مبارز عقیده و اعتقاد مبارزه را داره و میدانه که با اعتقادش در مقابل کی قرار گرفته است، یعنی او را سخن هیچ لومه و لعیمه از مبارزه دورش نمیکنه. چی قدر تهمت ها کردن، چی قدر دروغ ها گفتن، چی قدر یعنی که گپ ها و آوازه های دروغ، هر روز یک آوازه یک گپ دروغ میبراوردن نشر میکردن، گویا که میخواستن توسط این کارهاشون گویا اینکه مردم یعنی به شکل بگن که دلخنک کنن شما همه آدمی را که گوش میکنه او آنیتری گناهگاره. افراد دروغ بردن در یعنی که پروکراتور بر علیه من مرده های یعنی که 10-8 سال پیش مردگی را آوردن گویا در پروکراتور اون نوشتگی که گویا که من او قرضدار باشم، در حالی که من تماما یعنی که قطعی او کار کردن یا اینکه بیزنس یک چیزی یعنی که یا مرده که کلون قطعی کودکی 10 ساله گویا یگان کار کردگی هم طریق گپه. یعنی همین قدر احمقن، حتی همون تهمتنامه هایی که میسازن همون را منطقی یا لگیچ نه درستش نمیکنن که همون اقلا یک توپوی هم که تماشاش کرد یعنی که گوشش کنه همون را باور کنه که بیس که نمی آدم هم طریق کرده است هم طریق. حتی دروغ گفته نمیتونن، همین دروغ به شکل نمیگن که همون دروغ زمینی باشه تا اینکه یگان کس باور کنه میره. یعنی تو این درجه را اینها ابله، تو این درجه را اینها یعنی که احمق هستن که کودن و احمق هستن. حتی در مبارزه و مقابله که میخوان انجام تیان همون جنایتی که بر علیه شخصی که گویا همین جنایت انجام داده است به شکل یعنی که کار نمیکنن که استیکاف کنه درست باشه، همین تهمت همین دروغ به همین شکل باشه که همین آدم همین کار انجام داده است، این آدم فلان است، انا این است، انا این است. باور کنید یعنی که این از ضعیفی یک رژیم میکنه. وقتی که یک آدم از سال 2010 نسودی میداره، 2012 نسودی میداره، 2015 نسودی میداره که سود نشده است، بعد اتهامات وارد میکنن گویا که من جنایت انجام دادم، باز شرم نکرده بر علیه ما بر همون اتهامات ساخته و بافتهشون شروع کردن به یعنی که دلایل جنایتی شدن تا اینکه گویا ما یعنی که جنایت انجام دادیم. انا این است که وقتی که یک رژیم در مقابل افراد صادق این ملت به زانو میزنه، به زانو زدن رحمان فی پلید، انا همین است. پس الحمدلله با تمام صراحت و با آنچه که یک مؤمن کامل میتواند در مقابل ملت و مردمش صحبت کند چنانه که با اللهش صحبت میکند و همه آنچه که هست آشکار و پنهان نزد الله معلوم است و هیچ چیزی نزد الله پوشیده نیست و مردم هم میبینند و میدانند، چنانه که الله میگه قل اعملوا، عمل کنید تا الله پیامبر و مؤمنان عمل شما را ببینند. وقتی عمل کرده که ما انجام دادیم ملت و مردم خودش میبیند که ما در مقابل کی ایستاده ایم و چی گفته ایستاده ایم. هر سخنی که در مقابل رحمانوف و مقامات خوناشام او تا امروز گفتیم کجاش تهمت بود؟ آیا رمضان رحیمزاده را تهمت کردیم؟ آیا اس یتیموف را تهمت کردیم؟ آیا آزاده رحمانوف را تهمت کردیم؟ آیا رستم امامعلی را تهمت کردیم؟ آیا تخمینه و شوهرش و یعنی خسرش
شریف بیگ تهمت کردیم؟ نه. آیا زایر تهمت کردیم؟ آیا اسماعیل تهمت کردیم؟ آیا قافلان چی که تهمت کردیم؟ اگر به همین شکل ادامه پیدا کند کدام مقامات امروزه رحمان و ما تهمت کردیم در حالی که اونها جنایت ها را انجام دادن؟ آیا محب نامرداش زنده باشه تهمت کردیم؟ آیا خسر بچه های رحمان و حسن رحمت الله و حاجی امان تهمت کردیم؟ نه. پس چی گفتیم؟ گفتیم غارت کردن، دزدیدن، پول مردم گرفتن، مردم با وضعیت بد آوردن گرفتار کردن. آنچه گفتیم همین ها را گفتیم. پس آنچه که ما گفتیم کی را گفتیم؟ انا همین اویله رحمانوفا از منپالی اویله گفتیم. آیا دروغ گفتیم؟ نه. میتواند یک نفر بگه که در تاجیکستان تجارت وجود دارد که اون در منپالی اویله یا افراد نزدیک به اویله نیست؟ چنین چیزی وجود ندارد. پس ما تا امروز هر کاری که انجام دادیم در مقابل رژیم رحمانوف صادقانه و مردانه انجام دادیم. اگر من کو از اسلام آگاهم، اگر دروغ بگیم، فتنه باشد، شیطنت باشد، عمل باشد حرام باشد، آیا مایی که روزه داریم در ماه رمضان آیا برنامه های انجام میدهیم که این برنامه ها در این ماه اگر دروغ یا تهمت یا اینکه چنین چیزها باشد؟ هرگز نه. پس آنچه که ما انجام دادیم در رمضان و غیر رمضان یعنی این دلالت کننده و بازگو کننده وضعیتی انا همین رژیم خوناشام رحمانوف میکند. الحمدلله تا جای با موفقیت های خوب الحمدلله که رسیدیم. بانوم ما استاتیک شدگیان، یعنی استاتیک شدن برای دیدن برنامه های ما، یعنی که گویا که اگر که برنامه ما را تماشا کنه چیکار میکنه حقیقت هم میفهمه. همون رحمانوف باید خودش بفهمه که دیالوگ شدن برای دیدن برنامه ما این دلالت بر همین میکنه که ما حق گفته ایسیم و تو دروغ، یعنی که ما را دروغ گفته ایسیم، در حال ما راست گفته ایسیم، در حال ما آنچه که ترا گفته ایسیم واقعیت حال است. تو دزدی، خائنی، غارتگری، مناپولیستی، دیکتاتوری، یعنی که اوزورپاتوری، یعنی بر علیه دین فرهنگ این ملت مبارزه میبری. همین گپایی که میگیم پس درست بوده است. پس وقتی که وحشت ترس داری از واقعیت هایی که برای تو گفته میشوند، پس مردم به خاطر اینکه حقیقت واقعیت نبینن باید که برای اونها را جزا معین کنی. اگر تو حق باشی، این من هر تهمتی که کرده همش سختون میدونی. آیا من با تهمتی که کردگی شما من یگان خیلی ترسیدم، میگم برای میدونم که این گپایی که شما گفته ایسید همش دروغه، همش تهمت است، یگان گپی راست نداره، یگان گپتون در مقابل من گفتن راست نیست. برای چی؟ به خاطر که دروغ میگه، تهمت میکنی. ولی وقتی که ما راست میگیم، شما در مقابل گپی راست گفتن ما مردم از ظلم دارد که شما تماشا نکنید که شما میفهمید که تخمینه را یعنی کیش پیلی ویلی که است. شما تماشا نکنید که میفهمید که آزاده را کیش کوک است. شما تماشا نکنید که میفهمید که حسن 60 کودک داره. شما تماشا نکنید میفهمید فلانی اویله من دزدی کرده. شما تماشا نکنید میفهمید رستم فلان کو جنایت کرده. شما تماشا نکنید میفهمید تخمینه را کیش کوک کرده است، یا که رخشانه را کیش کوک کرده است، یا یعنی شمسلای به صاحب چیکار کرده است، یا اینکه کجا دزدی. برای انا همین است که شما میترسید در مقابل اصلاح سنگر گرفتگی. ولی شما کو هر روز میدرم همین مقاله نوشتگی سخت سراحش نمیکنه. برای چی؟ برای دروغه. نه میگذارم قصورش تماشا میکنم میخندم میرم. برای چی؟ برای میدونم که تهمت دروغه. ولی ما چی تهمت کردیم؟ آیا ما گفتیم برق نمیتیه؟ شما برق میتیه؟ آیا ما گفتیم مردم از زندانی بگناه داره؟ آیا گپ درست نیست؟ آیا ما گفتیم که وقتی میگیم مسجدها را رسم میکنی گپ دروغه؟ نه دروغ نیست. ما میگیم مسجدها را برای ابله رسم میکنیم، میگه که تو اگر ته 4 تا عسکر نیاری ما بچه‌ت را سر، یعنی که مثلا همین قشلاق 4 تا سرباز باید بیار مسجدتون بعد چی میکنیم؟ میگه نماز بخونید. دروغ گفتیم؟ نه. ما گفتیم در نورآباد و در غرب مردم برای مسجداشون نماز خوندن با انور با عوض با گفت گپا بزغلای غربی و نورآبادی برده پول میتین 1000 سومی 10000 تا اینکه مسجدشون الکنن نماز بخونن. همین گپا دروغ نه. پس وقتی که شما در مقابل ما میخواهید که مبارزه برید، پس مردانه مبارزه برید. وقتی که محمد اقبال میگه که تخمینه را شپیلی ویلی کن، تو خبره بگو تشکیلش که برنامه که بگو که نمیگه دروغه، محمد اقبال دروغ است. انا تو میتونی منو دکزات کنی. وقتی که من گفتم که رئیس امنیت نورآباد
مردم ظلم داره تو بخیر برا پیش رئیس امنیت نورآباد برا خاطی مردم گابزا در درون مسجد خبرنگار بدرول بگو آیا همین مسجد شما برای شدنش 1000 سوم داده؟ همونو میگن که خب ما دادیم یا ندادیم یا فلان گپ. یعنی باید شکل من دروغی گفتگیم اگر دروغ گفته باشم برای آشکار کنی. یعنی را میگن یعنی واقعا چی کار کردن دولت در مقابل شکایت شهرونداش. شهروند تاجیکستان وقتی شکایت میکنه با پروکراتور او آدم دست پلش میگیره، این آدم شکایت کرده میبره زندان میکنه. در ریگر فهمیده است که یا سودیاتون یعنی که چیکار کرده است. تمام ازبک گفته مردم از ظلم داره، خانه‌های مردم کنده است، تحقیر داره مردم، از خدا نمیترسه شما. تو ازبکی گفته پلش زده گرفته است. خانه یعنی که دامسازا را گفته است که شما بسازه، ما کراچی با من خانه بتیه تمام مشکل نداره. در قبادیانش به همین شکل، در قرغان تپه به همین شکل، در وحدت به همین شکل، در فیض آباد وضعیت از این بدتر. پس چی یعنی که ما گپی که میگیم یکی که برنامه‌ای که انجام میدیم گپای ما دروغن، تأخیر میکنه، ملتچگی میکنه، محلچگی میکنه. از یه منطقه در سوق دیگه میفته باشه که سوقدی یعنی که یا اینکه کانی بادامی یا اینکه ای بابا جان غفورов یگان بچه رئیس یا اینکه بچه امین قشلاق یا اینکه چی تولد نمیکنه اوچاسکویی، فقط باید ایا منطقه مخصوص برامونن. برای چی؟ برای اینکه مردم ظلم کنن تا هیچ کس نتونه که در مقابل اینا یعنی که ایستادگی کنه. باید ظلم کنن، باید وضعیت بد این ملت مردم بیارن برسونن. انا این است که وضعیت ما آمد به امروز به این حالت و به این وضعیت های بد آمده رسید. پس ما تا امروز همه آنچه که انجام دادیم برای خدمت ملت و مردم بود و ما تا حالا آنچه که مردم می نویسند، آنچه که مردم شکایت دارند، آنها را برای ملت و مردم به هر شکلی که امکانات داریم آنها را انجام داده ایم. و الحمدلله نامه ها از ناحیه ها وقتی نشر می شوند واقعا هم این ارتباط مردم با ما هست. این ناباوری مردم با پروکراتور و با سود است. این ناباوری مردم با مقامات محلی هست. اگر مردم بود اونان که در مقامات محلی شکایت من فایده داره دیونه و با اصلاح می نویسه، میدونه که همون شکایتش با مقامات محلی فایده نداره، پس میگه یگانه جایی که ما باید بنویسیم اصلاح های، پس به اصلاح می نویسه. پس چیکار میشوه؟ پس حتما دیگه دیگه یگان پراگیری، دزدی، وزیادکا، یگان کروپسیا وجود نداره. نمره می نویسه، نمره ما نشر میکنیم، دزد غارتگر معلوم شد دیگه. او اگر پلم که بتیا فایدهش نداره، یعنی پلم بتیا که بگن ای کورتری، ولی مردم چهرهش فهمیدن شناختن. پس این را بهترین راه برای آشکار نبودن غارت ها و دزدی های رئیس های محله، جماعت ها، مقامات، هر کسی که هست، یعنی که به این شکل انجام داده ایستند مردم. پس مردم واقعیت در اصلاح دیدن. پس مردم آن چیزی که میخواهند یعنی که واقعیت هست و درد دلشون را به اصلاح مینویسند. از کمپیر سرکردگی تا جوانی 16-17 ساله به اصلاح رو آورده است و هر شکل مینویسند اصلاح. یعنی که سایت ما در یک ماه بیش از 2.5 میلیون خواننده داره. اگه من فیسبوک نمیگم 4-5 میلیون، من فقط سایتی اصلاح نت گفته ایستم. یعنی این دلالت بر آن میکند که مردم، مقامات با مردم، یعنی همون نامه هایی که می نویسن، همون مطالبی که از ما هستن در اصلاح میخواننشون. یعنی این است انجام کاری که از صدق یک رسانه میتواند انجام دهد. دیگر یعنی که کاری که ما انجام دادیم این فهماندن مردم بود جای خودش، درد شکایت مردم نشر کردن جای خودش، ولی ما شدیم یک یعنی قوه‌ای که در مقابل رحمانوف ایستادگی داریم و از او طلب داریم که همین کارهایی که مردم از شما طلب میکنند و میخواهند همونها را انجام دهید. الحمدلله این هم همچون سلیستیونی کمیته چیزایی که تحقیقات میبریم و نشر میکنیم و این سببی یعنی که بسیاری از افرادی که ظلم دارند اونها حتما زیر مشکلات قرار میگیرند. پس این است مهمت و وظیفه و مسئولیت اصلاح در مقابل این ملت و در مقابل این مردم. خوب بیننده عزیز و گرامی، انا همین بود آغازین برنامه ما و دیگر در این روزهای رمضانی
زیاد وقتی قیمتی هر یک کدوم شما را انشاءالله که نمیگیریم و قسمت آغازین برنامه ما تا همین جا بود و میگذاریم به بخشی یعنی که دوم تا اینکه بعد از اون با صحبتی برادران و خواهران آماده باشید تا صحبت کنید، چون ما هم زیاد وقتی انتظار بودن نداریم. خب میدونیم بعضی برادرها در نماز هستند، شب بگاهی رمضان است، یعنی خب به همین حالت ها هست، ولی خب ما هم اون چیزی که وظیفه ایمانیمان هست همون انجام میتیم. امیدواریم که انشاءالله در ارتباط داشتن با اصلاح کوتاهی نمیکنید و همه آنچه که امکانی انجام دادن داریم با هم انجام میتیم. خب 240 لایک فعلا بینندگان گرامی 240 لایک گذاشتن. لایکاتون رو بگذارید. لایک شما سبب بیشتر شدن عدد بیننده و فهمیدن واقعیت هایی که ملت و مردم باید بفهمن همون است. پس در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. لایک شما هیچ وقت یعنی که عمر شما را کوتاه نمیکند و ترسیدن از رحمان و هیچ وقت عمر شما را دراز نمیکند و در مقابل رحمان و ایستادن و مبارزه بردن عمر شما را کوتاه نمیکند. یعنی اینا واقعیت های هستند که هر یک آدم شما باید اینا به خوبی بفهمید و بدونید. خب در نظرسنجی و منبر مهاجر در این 400 برنامه برای داخل و خارج مفید بود. یعنی در داخل و خارج که کدوم در خارج هستید، کدوم در خارج هستید، در داخل هستید، وضعیت و حالت میدونید، میفهمید. پس اگر مفید باشد مرحمت، یعنی که در بالا اگر مفید یا تاثیر نداشته باشد، پس در پایان یعنی 6% فعلا نشست تاثیر نداشت، تاثیر جدی، و 94% بیننده دیگری ما به این نظرن که بله تاثیر جدی در داخل و خارج برنامه منبر مهاجر داشت. خوب در هفته که گذشت یا که از همون روزی چهارشنبه تا روز یکشنبه در قضیه برادرانی که در 50,000 هستند فعلا حالا همون 20 است، ولی باز بعضی برادرای هستن که تماس گرفتن که ما کاری میکنیم، ولی مهم تو به حال نکردن. اگر که کردن یعنی انشاءالله که حتما اونم درج میکنیم در اینجا. و برادرانی که در گروه 25,000 هستند تنها 2 نفر دیگر یعنی که چی شد، 2 نفر دیگر پیلوس شد و 12 نفر برادرانی که یعنی که در برادران و خواهرانی که در گروه 250 یورو یا که 25,000 روبل یعنی که 12 نفر شدن، و برادرانی که در گروه 500 یورو بودن یا 50,000 روبل تا به حال 20 نفر یعنی که شدن. و البته در نظر است میگم که برادران و خواهرانی که میخواهند کار انجام دهن انشاءالله که حتما کاری که انجام دادن، امیدواریم که در همین تا نهایت ماه کارمون انجام میتیم و ما هم بتونیم کارمون انجام بدیم. چون واقعا هم این برنامه‌ای که شما فعلا دیده ایستاده دیگر یعنی که با مشکلاتی که روبرو هستیم برای چند وقت دیگر نمیتونیم برنامه منبر مهاجر را پیش برده و امیدواریم که انشاءالله تا کارهامون را به روبرو باندازیم و بعد از اون با انشاءالله که شروع میکنیم. خواهش میکنیم برادر و خواهر که امکانی کمک کردن و اصلاح دارد با هر شکلی که در امریکا هستید، در کانادا هستید، در استرالیا هستید، در انگلیس هستید، در آلمان، در فرانسه، در هلند، هیچ مشکلی براتون وجود ندارد. راههای معین، راههای به یگان مشکل انشاءالله وجود دارد که کمک شما حتما به ما میرسد و ما هم انشاءالله که اونا در خدمت ملت و مردم تا آنجایی که یعنی ما دیگه اصلاح سنجیده شده هست و اصلاح امروز یا دیروز یا پریروز ظهور نکرده است که ملت و مردم نشناسد اصلاح یک یعنی که الحمدلله شبکه‌ای که از سال 2019 فعالیت رسمی ما شروع کردیم، منظور در ویدیو، ولی تاسیس کانال سال 2018 همین خیلی عادی یعنی که شده بود، ولی سال 2019 به فعالیتی یعنی که عملی انجام دادیم و از 2019 تا به حال دیده ایستادید که بیشترین فعالیت همون از سال 2020 یعنی که کارهامون، چون که از سال 2019 از ماه اوگوست تقریبا شروع کردیم، می همین طریق بود، یعنی رمضان و همین شکل بود.
ولی بعد از اون انشاءالله که دیدید که کارمون به همین شکل تا به حال که 7 سال از اون آغاز تأسیس 8 سال باشد، 7 سال از آغاز خودی یعنی که فعالیت یوتیوب و سال 2017 9 سال شد خودی سامانه اصلاح یعنی که فعالیت دارد. چندین برهو زدن، خکری کردن، مشکلات کردن، ولی الحمدلله که تا به حال پا برجا و کارهامون انشاءالله که انجام میدیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، امیدواریم که انشاءالله در همراه بودن با اصلاح کوشش میکنید تا اینکه بتوانیم وظیفه های ایمانی و وظیفه های مبارزی و وظیفه هایی که بر دوش ما گذاشته شده است همون به وجه نکو و احسن انجام دهیم انشاءالله. خوب برادرانی که امکان زنگ زدن دارن واتساپ اصلاح معلوم است، برادرانی که میتونن توسط برنامه وارد شوند مرحمت توسط برنامه وارد شوید. و خوب فعلا به همین خلاصه رسیدیم. انجام برنامه هامون ممکن است چند هفته تا انشاءالله برطرف شدن مشکلاتی که داریم، همون مشکلات حل که شد خدا خواه حتما باز دوباره شروع میکنیم، ولی برنامه های دیگرمون انشاءالله که به همون شکلی که هست رفتن میگیرن، هیچ مشکلی در اون برنامه ها یعنی که مشکل جدی وجود ندارد. ولی در مسئله برنامه منبر مهاجر دیگر این 400 برنامه کمی توقف میکنیم تا اینکه همون یعنی که حل شود بتونیم کارمون رو انجام داده انشاءالله که باز هم ادامهش میدیم، یا که در یک هفته یعنی یک بار یا در یک هفته دو بار انشاءالله که برنامه رو انجام میدیم به همون شکلی که تا امروز ادامه دادیم بازم ادامهش میدیم. و واقعا هم باید دیگر برادران و خواهران که امکان همراهی بدن با اصلاح دارن باید کار انجام دهند. در غیر این صورت واقعا دیگر مشکل است آخر که یعنی فقط ما برادران هستن به خدا قسم بعضی زنگ بزنن دیگر ما شرم میکنیم که خیلی کار کرده است، باید وظیفه‌ش است، اون باید معاش گرفته شود، نمیتونیم انجام دادن بعضی از کارهایی که برادران که هستن. البته کارمندان تکنیکیمون الحمدلله هیچ مشکلی وجود ندارن یعنی که در عموم، ولی هستن بعضی برادران تکنیکی هم که یعنی که خب دیگر امکانی پرداخت معاش اونها همه وقت یعنی که نمیتونیم انجام داد. الله برکت بده بعضی برادران یعنی که هستن که زنگ بزنن یک معاش مثلا برادران اسفرگی هستن، برادران خب دیگر نام نگیریم یعنی که خداوند برکتشون بده کارشون انجام داده ایستن، یعنی که واقعا دستی گل اینها درد نکند. حتما اینها یعنی باید ملت و مردم بداند که برادرانی که و خواهرانی که در مبارزه در این حالتهای مشکلات با ما بودن حتما انشاءالله که در حالتهای پیروزی و سعادت هم با ما خواهند بود، در این هیچ شک و شبهه انشاءالله که وجود ندارد. خوب خوب بله بیننده گرامی، در واتساپ اصلاح هم گذاشته شد، دیده استودید میتونید که توسط واتساپ یعنی که واردی خوب زنگ بزنید و اگر توسط سلکه که گذاشتگی است در برنامه مدیریت رو سلکه گذاشتگی در اصلاح بعضیش میگن که سلکه گذاشتگی نیست، یعنی سلکه را به یک شکل بگذارید تا اینکه مردم بتونن توسط سلکه واردی برنامه شوند. بله خب خوب بیننده گرامی، بله یعنی که داخل برنامه شد صحبت کنید با واتساپ. مادران خواهران گرامی اگر شکایت دارید انشاءالله که زنگ بزنید تا اینکه ما بتونیم
مشکل ندارد برادر نامه روان کنید، هیچ مشکلی ندارد. با هر شکلی که شما چیزی که روان میکنید انشاءالله که ما برنامه را یعنی که عکسی روان کرده شما را حتما انشاءالله میگذاریم، هیچ مشکلی وجود ندارد. تنها و تنها شما نویسید روان کنید، مشکلی در اون انشاءالله که وجود ندارد. مهم انجام کار، مهم یعنی که باید کار انجام دهیم. خب توسط برنامه وارد شید بیننده گرامی، توسط زنگ ها میتونید که بعد یک مسئله دیگر را امروز از یادم نرود. امروز 15 مارس 2026 و میلادی با سعادت حضرت استاد سید عبدالله نوری الله رحمتشون کند. امروز روزی زادروز استاد بودن، روز 15 مارس که یعنی چشم به دنیا گشاده بودند. الله رحمت و مغفرت کرده باشد ایشان و خداوند پیروان مکتب و راه ایشان تا روز قیامت پایدار و استوار نگه بدارد. خداوند رحمت کرده باشد استادا و ما واقعا هم یک شخصیت بزرگی را از دست دادگی از این ملت و واقعا هم باور داشتم اگر استاد زنده می بودن خیلی کارها یعنی که به شکل‌های دیگری می توانست انجام بشود. خب دیگر این حالت و وضعیت است. یعنی که در گذاشتن لایک ها همچنین کوتاهی نکنید. برادرانی که می توانند وارد برنامه شوند وارد برنامه شوید تا اینکه در صحبت کردن ان شاء الله که صحبت منتظری ان شاء الله که ورودی هر یک کدام شما هستیم و در گذاشتن لایک ها در اشتراک کردن در نظر سنجی ان شاء الله که کوتاهی نکنید تا برنامه‌ای که فعلا داریم ان شاء الله که با هم یگان کشور دیگر قرار دارید. برادر محمد اقبال از سلام محمد اقبال. علیکم سلام. محمد اقبال گپ ندارم برای مردم میگم که مردم کی میخیزم این سمیه بینم ما نگاه میریم که برادر محمد اقبال کی برنامه منه، برادر محمد اقبال کی سر منه، برادر الله قسم این سمیه کو این سمیه را و گپ نمیشود تا مردم نخیزیم. تو که ما نگاه منیم برنامه ها را کی سر بشن. این امروز پگه نمیخیزیم. اون میبره که زنکای توجیک سر لیج بگرده در اسیا. بعد چکو منیم برادر محمد اقبال؟ هیچی باید میگردی سر لیج دیگه راه نداری. بعد هنگام میگیری پیش میره بعد دایو سیده گشتن میگیری دیگه. چیکار میکنی؟ هیچ راه نداری. آخه همین تو وطنت نرای هر یعنی که دولتی که زندگی کردی با طبق قانون همون زندگی کنی. زندگی نمیکنی نمیتونی زندگی کرده. به همون خاطر به خاطر که وطنت برای به خاطر که رحمان و فی پلید و کثیف یعنی که دفع شود انا همین کار باید این ملت انجام بده تا اینکه چیکار کند تا اینکه پیروز شیم. وقتی ما پیروز شدیم حتما پس یعنی که آزادانه زندگانی میکنیم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشه. بله همون زافر شریف نویسته هوای رقم نداره خدشه علاقه در ما پدر برادر گرامی اون چیزی که در کامنتر می نویسن اونا مهم نیستن، یعنی که اینا یگان اهمیت نداره. برادر گرامی اینا را دقت نتی مدیریت رو نگاه کنی. اگر حقارت نکرده ایسا باشه مشکل نیست، نبیسه چیزی می نویسه، ولی حقارت یا دشنام کند پس مشکل است که یعنی که ما بگذاریم اونا. ولی اگر حقارت نکنه و همین تعادی پیشواش تعریف کنه مرحمت یعنی که حق داره که پیشواش تعریف کنه. ما نمیتونیم همینطوری مایمونو هم پیشواش این همون در غریبی بیسو نه زن میبینیم نه فرزن میبینیم. این همین زکر تو باورم که نیونده نبیدوز
رحمتی استاد اولو نوری از زادروز ده همه روز من زادروز دورم کنه که خودم تا که اینجا باورم که یا در شیراز آوردم 69 روبل رسیده خریدم فیکس پرایس اومدم اینجا خطیه باتون نکنه اینجا زادروز ما قاید کردیم خودم تا قایم بهترین خب چی ولی کی نمی‌دونه زادروز ما خب زور مون اومده میرم نشوه تاکسی میزدم روز مونا میدادنه رام استاکه دارم کو چند ساعت مشترک 520 میزنن به زور ای جون مون کدا بدن یا جویا کار کدا نشوه اوخی چیکو کنی ها روز پلی ماکتاو پلی ایتالی پلی پاردا پلی قولین اوخی اونا شو برای ماکتاوش مو چخالی ماکتاو بار پدرش نه اینجا رفیق ما فرزندش در ماکتاو روسیه مسکو پادماسکو میخوان یک بار نمیگم میخورنشون او کوچون میتیان ولی این است تری گپ خواهر که پلی پاردا بیار تو پلی کتاب بیار تو پلی روچکا بیار اوخی بار پدرتون حالت مو بایم پلی اینجا میچینه موخی راست میگی به خدا راسته همین از وضعیت بدی ملت همین از وضعیت بدی ملت دو بار در که جو بزنیم شکو کنیم و خیلی یکون سوی درک داریم سگ یعنی که در کدی را برادیه گمه گرده کدر داره توجی که مو خدر نداره در بیره سیاکت میدونی همیلا در توبه قدسی اونها که کامبازه را بردن به گناه های گناه دارن 15 کس شاید چند که 19 کس بودن 15 نفر شد پجیز اینجا دارن و احکامشون کدای نورزو سوچون بود و خاک پریکاستن ای سترویکا و ای گفتی باید بزرگ ای رو بکایی جمع کرده برده بچه هکوی به سویی با گفتی اک سویی ما اولش الله خود چایل وخی نخواهم تریس مو سویی درک داریم اون اول خیلی رایش موشن ما موشن فرود موشن ما تبیر موشن را بخریم ما ترانه پس بیتی چکوره برو برو همیه همیه بدبختی تو ماشین تا باید بدونی آدم که همین آدم تا آخر عمرش جنایت نمیکنه بعد تو ماشین تا بفروشی انا همینه بدبخت ماشین ما بفروشیم تو بیار اگه تو چه ارزان ماشین بیار ما دا فرقش که چی تو گلاوی پلی ما را بته ماشین را بنرخ که ما بخواد ما دو سو فایده ببینیم اوخی تو پادنام در گیجای قانون در گیجای اوخی ایمو اوکی از هم کی هم یا بیچاره اگه ایزاد بود شام که باید پشتمون راه میگشت خدا نگهبان رو مرده و زنده هم توجیه که در این غربی هم سویبی میکرد با خدا که نمارکتا مرده و زنده توجیه که سویبی میکرد همه جا اگه ایسان بودن ترمش اوخی کی بکسری کی بریم گیجو بریم رفتم برای داویرس گیری پاسان سوال اصلا اوجا کنسول بریم کدام او خولا بیده اوجا یگان کنسول دایی که او چیراب نیست ای خالی گپ خواه بلی اوخی اکا دیگه کجوی گپش نیست میرم میدونی اکا میدونم انا همین عیب خود مونای که ما همین را گذاشتیم که همین دستاری ما همین توجیک مردم بسیار مردمی واقعا هم بخشنده ایم یعنی که بزرگای ما بسیار بخشنده بود میگفت که ارحم فی الارض یرحمک من فی السماء در زمین رحم که تو اونی که در آسمان است رحمت کنه درست انا همین سبب رحم ما و تو بود که بابامون بود که ما و تو تا حاضر در همین بدبختی و در همین غلامی زندگی داریم دیگر رحم پشد باید این ملت نداشته باشه تو رحم از بین در مقابل ظالم نبری تو دیگر ترحم در یعنی که با پلنگ تیزدندان ستمگاری بود بر گوسفندان انا می ملت توازی رحمان و گوسفند که اگه لوبال خیل کاری که میخواه انجامش داده است پس ما و تو باید که نگذاریم که رحمانوف دیگه ما را ظلم کنه ما نگذاریم که ایدشنبه تا خوجنده دختر رحمانوف آزاده قطعی جمالدین شوی بیفشیش کاروچی پلی مردم جمع کنه بگیره ما نگذاریم که فراز ما پلی ما را نزاشته بکنه بگیره ما نگذاریم که یعنی که رستم کارایی که انجام داده است با تاکسیاشو با پیکر با نمیدونم با مرمریش با دشنبه سیتیش مردم از ظلم کنه الان ما خپیم به همین خاطر ما ظلم میشیم همین طرح انا می تکپای جا بو گپ توریه گپ ساعت فیزیک ما که گفته سیو جا گپ روخیم هم یا چه در توجیکستان هم قانون کی نم جنایت که ما کردیم خیلی جواب ما خودم بگم اویله ما پدر و مادر ما چی و خیلی بو برو پریچما چون در اصل جنایت میکنن همون جنایت کن خود جواب ای بانشا میگم پدر و مادر بره دافش و خیلی نکری بکوا جنایت کنه برای خچه بکا خودش سوال جواب شو بگا بود این قاکا سر همون همی گرفتگی بوار کده نیکی میگه تمام نیکی دیگه باید بفهمی من خودم بارها گفتم تون
من بارها گفتم تون اوچم بردن در امنیت قرغان گفتن میرم میشناسی گفتم اوچم 100 بار نقل کردم میره 100 بار نقلتون کردم گفتن که نمیترسی که یگان کورشا گفتم نه مردک باشه بکشه شهید میشه اوچم امر شدید است گفتم شهید شوی کاری آسونه کاری بازی نیست گفتم هر یک انسان آرزو داره بکشش گفتم ای گفتن این پد دیونه گفتم او 100% بکشش گفتم شهید میشه گفتم با شفاعت من میکنه بهترینه بکشش گفتن دودارات یکی دودارات میبره نیچه یکی میبره گفتم یگان پرابلم نیست شهید میشه بعد سرم دادن دیگه واپس زنگم نزدن دیگه فایده نداره ایره فهمیده همین که ترسیدی او چما نقب بگو بخواب کشش تمام دیگه او هیچ کارش کردن نمیتونه او رو نه ترسه تلخ کفی بس یتیم وفای حیز دیدگی خواه هر روز مردک حیز دیده است در جگهش خواه پدن علت خداوند جگهش کاگیه ایس دلش زدن ایس گفت دیگه پر رحمان رو داره کنش زیست ایس شوروخ کنش قب داره پاتن تریه خداوند همین ظالما را اول نوبت رمضان رحیم زاده میشوه امروز پگا بعد نوبتی یا تایت هم تا اومدن میگیرن اینو خداوند هر یک قدم اینا رو به حالت معین از بین میبره نه ترسه در مقابل رحمانو در مقابل مقامات رحمانو نه ترسه چی خطا تهدیدم کن میکشیمت گفتم بیا بکشم بتونی بیا بکش چی قحله کردن چی کارو انجام دادن بله خداوند خودش حافظ ناصر هیچ وقت باید نترسه همین که ترسیدی بدان که خراب میگذره ملسا کارشون انجام داده استن پل میکنن وظیفه ملسه رحمانو فقط پل کندن باید پل بکنش مومنن حفظ کنه تمام موجی را ظلم میکنه پلش میکنه همین دیگه یگان فکر دیگه نیست تلخ کفی بس نترسه تنها از الله بترسه هیچ وقت ترس سبب عمر دراز طولانی شما نمیشوه هیچ وقت ناترسی سبب عمر کوتاه نمیشوه عمر در دست الله هر وقت بخواه میگیرش امکان نداره که اجل ما یعنی که نوشتهش دیگه نباشه در دست رحمان و ما بمبریم امکان نداره خداوند اگر اجل ما رو در دست رحمان و نوشتگی باشه منم جشتگی میبرم اگر اجل آدمی که در داخل وطن در دست رحمان و نوشتگی نباشه و خداوند ننوشته باشه که رحمان رو پیرا باید بکشه اون نمیبره او رحمان فسرش میخره قطعی عجوج و معجوجش با زندگی میکنه با سربلندانه پس اجل در دست الله های مرگ در دست الله های برای چی میترسی شعر نه بار دیگر خداوند در این روزی یعنی که زاد روز که مطابق با روز بیگاه 27 خداوند عمر دراز داده و الله شجاعت مردانگی برات عنایت کنه خداوند با سر بلند به وطن بر بگردیم نه ترس فقط شعر الله نه ترس عمر تا کوتاه نمیکنه هیچ وقت عمر تو دراز نمیکنه که به ترس رحمانو نو ترس عمر تا کوتاه نمیکنه همین را بفهم ترس بس دیگه این همین سرکلان بگو که خودم سرکلان همین خودت سرکلان بگو ایتاری نه فکر همین من سرکلان گفتم خستم مبارزه ما بردم اومده استم شیدو سرکلان تمام مبارزه تا بعد تو فکر نکن امکان داره تو کارای میکنی که 1000 سیاستمدار کاری تر کرده نمیتونه تو نگو من نمیتونم یگان کار کرده تو نگو من نمیتونم یگان تو میتونم کرده بگو در شبای مبارک دعا که سر تا در سجده مون ای الله برای من شجاعت بتی ای الله گناههای من ببخش و ما را عفو که و ما را از جمله بنده های آزاد شده از آتش جهنم و ترس از دل ما دور که مادرها و پدرها باید بفهمن که همین بچه مرد تو در کار نیست من همین یه بچه داشته باشم مرد باشه یه بچه داشته باشم یعنی که ایمان داشته باشه و بتونه که کار برای ملت وطن دینش انجام بتیه 5 تا بچه بسپنتوی را کلان کرده چی در کار بچه بسپنتوی رنگ عروس ور کلانشون کرده استی منم یه بچه داشته باش مرد باشه مرد یه بچه مرد در کار بله نه ترسونی قبل بچه‌هاتون مورا رادیچلمون میترسم میکنم یا مالکیش ده همین اخی برای هم گفته هستم که ما با همین وضعیت اومدیم رسیدیم برنامه وقت تماشا میکردم همین مقدار من نمی‌دونم ایو چم چیزی حق کنم ما گوش ندا البته یاون گپ میشه اخی چی گپ میشه اخی برام ندا بوناجی خبرچه را بدم ترما کردم برای لایپچی برای ایتاری اخی مورا مودارم دیگه نمیدونم چی بگم اکا این فکر مودار پدر اخی کاش یتیم میشیم یاون کس میشیم دیگه اخبار دیگه خیلی چیز
نه خداوند هیچ وقت یتیمت نکنه. الله پدر و مادر تا در طور سرت حفظ کنه. آنها دولتی تن، دروازه های جنت تن. خدمت شما بکن. مایلو چجون بگو کار اختب کن. مایلو چجون گاب نیست. من تمام. تو باید که بدونی که رحمانوف ظالمی ظلم کردگی اوتا و چایت رحمانوفای. پس بفهم ظلم کردگی اوتا و چایت رمضان رحیمزاده اس پلید و مخوف و کثیف و مادر به خطا رفته حیز دیدگی خوب گراش دیگراش همیته. با همون خاطر نترسی هیچ وقت. ترس بس دیگه. انشاءالله میشود. رحمان و خدا خواهد قریب اومدگی. دعا کن. شیر الله. سلامت باشید. سلامت باشید. خب انشاءالله که شما هیچ وقت باید دیگه ترس یک طرف مونیم. هیچ وقت در فکر ترس نباشیم. همین خطر سیدیم هیچی نشید. همون کشتنمون همون یعنی که بدبختیمون ادامه دارد. سلام علیکم. بله. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله برادر که این موضوع دور نرویم. این برادرم درست میگه. پدر مادر بسیار برای ما نعمتن ولی که اونو ما را سخت میگیرن که بچه کردور نشه بچه کردور نشه. خب خیر است. خداوند که در این شبای قدر خداوند مبارک بگردونه. پروردگار امام علی رحمان و دار و دستش و طرفداراش کدومی که سید خانم پروردگار رو سرشتشون کنم. اگه ایخن کم گیله دارم یه وقت گفتی که من خواه دیدم امام علی را قدم چند شپلوق زدگیم شد. اگه بیو همی دعا کنیم که همی خداوند سرنگونش کنه. خیلی با در قیامت انشاءالله با قدیش یک مش سوکتومش دگیست. دعا کنی هر دعایی که میکنه خداوند خودش قریب و مجیب انشاءالله. ما در همین شبای رمضان هیچ وقت دعامو به رحمانوف نیست. هیچ دعای قنوتمو به رحمانوف نیست. هیچ سجدهمو به سرنگون رحمانوف نیست. بله. این دعا را بله دور ما برادر که شما گفته بودید که نمرام و بقبیم شد. اگه من میخوام که بقبم همیتا بازی کنم بلنجاش همتری بازی کنم با شکمش بازی کنم با گوشوش تری بقبم تری میخوام قشوش بقبم تری میخوام قشوش بقبم قدن علا. سلام میگه پیامبر صلی الله علیه و میگه که من شیطان رو میخواستم دو بندم در ستون مسجد. بله. لکه قطعش یعنی که ازدواج کنم. اگه بیا که توکلش به خدا که بیا یک دعای دست تجربه کنیم انشاءالله همین روز آخری برنامه ده انشاءالله. برادر عزیز برنامه شما گفت در سر برنامه تون یکی از دوستو نقل کرد گفت که یکی برادر نزدیکم میگن من میدیدم در تاجیکستانم در بعض اداره هایم حتی میدونم اومدم برنامه اصلاح بود کور نمیکردم تماشا کردم اینه که لایو نمیموندم گفتی خودش که من باری میگشتم قرقل کردم. بعد میگه خلاص یک دو خبر شدن که من همین کار تماشا میکنم. بعد تهدید سر شد. وقتی تهدید سر شد میگه من لایک موندگی نبودم گرچنده که امیر رحمان خبیر خشم گفت که لایک مونو را ببخشه کردور نشه. میگه اصلاح دیدم ای کدام سال برامدگی چند قدر نوار داره کی زید اصلاح گاب زدگی زید رحمان گاب زدگی قسم میخوام میگه حتی من میگم محیدین کبیری را دوست نمیدارم حسین اچروفا دوست شما نمیدارم میگه که همین زید امام علی کسی گاب زدگی تمام شلایک موندم میگم تمام شد. اگر حساب کنیم تنها به همین یک روزی برای یک لایک فرما کردن 5000 لایک موندم. اینا که امام علی بیو بگیم به خاطر چی میگه وقتی که من لایک نموندم رفتن خانواده و همسیف و همسایه و همه را میگه همین در وی گرفتن یعنی که جزا دادم. به همین خاطر میگه من در آمدم ای 5000 زیادتر لایک موندم که عمدی همیتا براوه یعنی که همین گفتی و قول میگه که یک روز باش خروز باش هم یک تا باش و مرد باش هم خیلی گفتگی هم خیلی کرد میگه رفتم. بله این دیگر علاج نیست و ما هم در همین شبا دعا کردیم پروردگار همین امام علی را در همین ماه رمضان ای الله خار و زبون بگردونش همچنانی که همین یتیم وفا خداوند نیست و نابود گردونده انشالله اینم همین خیلی. ولی که برادر برای شما یک پیشنهاد همین این برادر پنجکینتی صدها با همین گپا گفته است
فردوسی توسی میگه که 200 مرد جنگی به 100,000. برادر انشالله همین خوبی که خودت گفتم که تفرخور فرامدن رفتن تفرخور که انشالله همین دعا که پروردگار همین شب و روز خداوند برسونه به فرخور. انشالله خداوند برسونمون. انشالله والله قسم به خدا کرد همین دست دراز شوه پا دراز شوه انشالله به همونجا میرسیم. ما هم دعا کردیم دوستا همه اکر اوش باقی مور ششتگی هم والله قسم به خدا اکر در داخلش یعنی که داخل زندانو شاید اکر نمیدونم ممکن که 90% شاید زیادتر و کمتر مردم داخل زندان شما انتظارم. والله قسم به خدا اکر محیدین کبیری را استاد میگه انتظاری کشیدن همین با فرجه با صبری خودم گفتم ماشاءالله رفته سپیش اکا ای کار کردن در کاری که او برادرو در اون درون بهترین برادرها شدت کردیسی همه انتظار انشاءالله دعا کنه خدا خواه نزدیک آمدگه فرش. سال 2026 سال دیگر رحمانوف نیست. سال 2026 سال رحمانوف نیست. انشاءالله ما باور داریم الحمدلله باور داریم. این کسی بود که 4 روز پیش میگم که ایران دشمن ایده ما بدبخت اکی این روز میبینیم که با در ایران خیلی شده و میگم که با دوستای داخلی ناخونک و خدا بزنه که پدانالت نوخی همین تو نبوده که اخی میرفتی اون مردم او قدر چی میکردی اون آمدد نمیدونم با دزدی گرگی کردگی نقبی انزا بکندن چیکار کردن اخی پاعت همزبان باشی همخط باشی همدین باشی ای افتین هم بطره همین یک سخن دیگر رو بگم یکی از دوستان نقل کرد چند سال پیش در همون با خارجی ها کار میکنه شاید شما دونسته باشه اینا در خارجی ها در شنبه کار میکنه یک وزیر قدرتی را خارجی ها چی مسئله را میمونند گفتن همین کار را کردن در کاری گفته خیلی نیروز بگه همین امضا را میمون یک کار دولتی چند وقت کشیده میروان نمیروان با خارجی ها با ماشین شفیور توجیک میروان پیش کارخانه نمیوانشن گشته میبرن ای همون کامپیوتر رو نگاه میکنن ای کامپیوتر رو که درخ زده یا کامیراها نگاه میکنن کی وای کجا رفته گه وای های کدای رفته ورزوب داید داچه داخلی داچه ساونا و اما جکوزی و دخترای فاحشه و هر کار همونجا در اکی شب رمضان شاید خوب نباشه گفتنش همونجا در فاحشگی این مرد خارجی بعد از طرف تاجیک میگه که دیدی وزیرای شما در کدام کارها مشغولن و وظیفه دولتی که به فایده دولت هم باید همه اجرا کنن نمیکنن و انه خیلی در این خیلی جوان میگن که ما در بنیسه ایم با این بچه تاجیک همون را میبینن چندمین هزار کامیرا و چندمین دقیقه سیمکش دیسته خلاص میبینم اینا وزیری توجیک اینه میکار ایفشتین اینا خب باقی پناه با خدا سلامت باشه خب که ایفشتین های توجیک ای گفتی که پا مقامات رحمانوف در یگان شک نیست برادرای گرامی یگان فکر نکنه که یا ایفشتین کمی دارن یا زیادی دارن کمی ندارن یا وظیفه شونه اما شما باید که گفتی که پا همه این مسئله را با خوبی باید بفهمیم در یعنی که اوکراین در اول ماه رمضان کشته شده یک نفر از یعنی که با نام اسلاموف داداخون از وروخ 3 فرزند دارد 2 پسر 1 دختر. خب اکمن فعلا دیگر همه قدر نشانتان میتیم. خب اینمی در اوکراین اول رمضان کشته شد یعنی خب دیگه اینم توجیکو یا تایت در اوکراین میکشنمون در همه جا میکشنمون وضعیت ما با همین شکل ادامه پیدا میکنه ولی ما و شما با همین وضعیت باید که ادامه کرده زندگیمون کرده رفتن بگیریم. اینمی بیچاره 2 بچه و 1 دختر داره یعنی که کشته شده در جنگ اوکراین SBA اینمی هدف و وظیفه رحمانوف این همی است اسلاموف داداخان. خب دیگر این قضیه هست که یعنی که ما باید بیشتر و بیشتر با فکر وادار میکنه که ما تا کی باید که غلامی یعنی که خارجی باشیم ما تا کی باید با همین وضعیتایی که ما و شما رو مجبور
بر سرمون میارن، ما بازم صبر کنیم، بازم پیشوای ملت بگیم برق مونو بکشه، پیشوای ملت بگیم گرانیمو بیاره، پیشوای ملت بگیم بچه‌مونو برای در عرب سربازی بکشه، پیشوای ملت بگیم هر سال 2 بار بچه‌ها را دروغ راست بخپن 5000 10000 سومونی، یعنی که بکنن بگیرن اینا برای ابله، یعنی که تا کی صبر کنیم؟ مکتب خودمون بسازیم، دختر خودمون بسازیم، راه خودمون بسازیم، بنگاه طبی خودمون بسازیم، ویشگاهایی که برای رحمان فقط عزیزمو یعنی که حمایت کردن خودمون بسازیم. اگر همین قدر کاری که ما خودمون میکنیم، پس رحمان برای ما در کار نیست دیگه. نوشگری همینطوری پیشوا تمام شما تمام در کار نیست. پس وظیفه ما و تو باید چیکار کنیم؟ باید در فکری انجامی کاری که ما و شما را به مراد مقصودمون ان شاء الله که میرساند. خدا خواهد باید ما و شما در صدد انجام کاری که ما و شما را نجات می‌دهد. اگر نجات خودمون ما خودمون فکر نکنیم، شما فکر نکنید که ما و شما را یکم کس دیگه میای نجات می‌دهد. نجات دهنده ما و تو خود ماییم، هیچ کسی دیگه در فکر ما و تو نیست. پس ان شاء الله که در دعاهاتون هم صادق باشه، در عمل کردهاتون هم صادق باشه، ترس هم یک طرف بگذاره. هر چی قدر که بترسه همون قدر یعنی که وضعیت بی‌زیب و بد است. خوب میتونید که برادرو زنگ زنید تا صحبت کنید، اگر در برنامه بتونید داخل شید در برنامه داخل شید، اگر نتونید زنگ بزنید تا اینکه صحبت کنید ان شاء الله. خوب لایکاتون رو بگذارید. 313 نفر 3200 نفر تماشا داره، باور که 313 لایک گذاشتگی. در بخش‌های دیگر هم همین خیلی. پادپیسات به شبکه اصلاح 27 نفر امروز، یعنی 218 نفر برای رسیدن به 128,000 نفر موندگی. خب پادپیسات کردن به شبکه اصلاح در تلگرام اصلاح ابونه شوید تا اینکه یعنی که چیزی که نشر می شود ببینید، نپرسید که برنامه می شود نمی شود، ایش برای چی تریشید. بسیار چیزایی را که فعلا اگه ممکن تو یعنی که پرابلمی داشتگیمون حل شوی، برنامه منبر مهاجر نمی شود. پس یک در تلگرام ابونه شد، وضعیت‌های تیزی ما را از تلگراممون میتونید فهمیده. ضمیمه اصلاح در تلفن هاتون یعنی که بگیرید اسکچات کنید تا اینکه برنامه یعنی که مقاله های اصلاح اگر اندروید داشته باشید مرحمت یعنی که بگیرید، این همین چی است یعنی که شکل به همین شکل هست، میگیرید پادپیس یعنی که بنویسید اصلاح نت در یعنی که همون پلی مارکت حتما داخل میشید و یعنی هر چیزی که در اصلاح نشر می شود شما میتونید که اونا دیده و اونا انشاءالله که پیدا کرده و خونده. مثلا نمید مقاله 341 اصلاح چاپ شدگی است، همین خیلی مثلا رفتگی است، اون ماده 307 است که حالا انشاءالله که باید تماشاش کنی. یعنی همین خیلی برنامه‌های هر برنامه اصلاح در یعنی که مقالهش در سایت اصلاح نشر شدگی است. مبارز سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. داملا 400 برنامه اصلاح بنیو که بینبری به حجیر. بله بینبری مهاجر. خیلی موضوعهای هم سیاسی و هم تاریخی و دینی و انا روزمره بگم به روزاره هم مشو ما از این اصلاح یگونه صحیفه هست که دریافت میخونیم خبردار میشیم. بهترین تیم اصلاح بهترین تیم است، هر کی در این تیم کار میکنه زحمت میکشه، هیچ وقت خداوند همین پیش این دستاشو در نبینه، خداوند همیشه در صحت سربلند باشه. چون که دیگه یگونه سامانه هست که همو بیانی حق میگه. ما عمق نظر میکنیم یگون چیزای بر دروغ هم نمیگیم که همیجاش تخمته همیجاش دروغ است. همه چیزا رو نمیبینیم، حقیقتی روز هم میگه، برای که حقیقتی ما را بستگیان، حقوق ما را بستگیان، زبانای ما را بستگیان، آزادی ما را بستگیان. در هر دیگه زبان گفتیم گپو در دهانمون مهر زدگان که گپ نزدیم صدا بلند نکنیم. خدا را شکر همی رسانه شما هست، همی سامانه شما هست، همی زحمت های شما و غیرت های شما دملم و از همه چیز خبردار میشیم. و به هر حساب
چیش بگم آخه که با تعریف بسیاری بازش نکنیم همه یک بگیم همون همه خیلی چیزی جمهوری واقعیت همون خیلی هم جمهوری اسلامی ایران همون درون شهید چی دارد درون حکومت رحمانوف هم اصلاح هست همه طبیعی حساب بشیم هم خیلی حساب کنیم هم خیلی جورش کرده الحمدلله که همون استنبی حکومت رحمانوف با جنبش آوردگی های نه شب خواب داره نه روزش باور که همون دیگه آزی میترسن که رشوه بعضی هاش میترسن رشوه خوری کنن میگه که یک خبره در اصلاح نبرن که رسانه‌ای میکنن و خدا میترسن دوملو بسیارترش میترسن الحمدلله و هر حساب بچه ها هر کدومی که هسته دمی نوارا و دمی پخش زنده دوملو کومنتات و بنویسه کلاسات و بزنه آخه هم زندان تو نمیکنن همی 307 یک روز نه یک روز افتخارات میشه با میکوه که 307 داریم با میره فرشیوی میشه و اجازه پیچر میزنه که ما 307 داشتیم 307 حال یک روز مدال میشه و اینا تحفتو میکنند حتما مدال میشه و برادرایی که با 307 تن اونا حتما قهرمانای ملتن شما قهرمان با همون خاطر میگم تو هیچ وقت بزدلی نکنه ترسو نشه لایک شما را هیچ کنه میبینم و لایک تو بگیره چی کنه پاش کنه یا که شور کنه یا که پدلی سکنه در نفرهای دیگه که مردم خبردار شوند انشالله مردم هم خبردار داملو هم خاطر دمی دمی برای مردم و سربلندی میخوایم آزادی دیگه یگون گپ دیگه نداریم پیش عید یگون گپ گنده نمیزنیم این مردم که منتکم عید شوکنه بعد عید بعد سرشو میکنیم در نوروز اقورتشو میکنیم دیگه داملو خاصی پیش عیدی فیتر یگون گپ شونم میزنیم و هم حکی برادرایی که ممکن تا روز عید میشه هست روز چهارشنبه ان شاء الله برنامه داری یه دیگه برنامه ما نمیتونم کرده همورا با هم خاطر اومد عید فیتر برای هم که برادرها تبریک میگیم برای کلی امت برای کلی ملت تاجیک و همه تو تبریک میکنیم خداوند در خانه هر کدومت فیض برکت نعمت ارزانی بگردونه خداوند همه تو تنصیحت سالم نگهدار باشه و همه که مراد و مقصدی که در زندگی داره و مراد و مقصد رو برسونه تو در حق ما دعاگو باشه سلامت باشه برادر سلامت باشه بارک الله. بله بیننده گرامی پیش از اینکه برادر وطن 660 صحبت کنه در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید 326 لایک و 451 نفر در نظرسنجی اشتراک کرد شما یعنی که 3000 نفر تماشا دارید ولی واقعا هم لایک ها کم است یعنی لایک های شما سببی بیشتر شدن عدد بیننده و آگاه شدن مردم است انشاءالله. خب برادرانی که فعلا هستید میگم برادرانی در گروه 50000 ما 500 یورو 20 نفر و برادرانی که یعنی که 25000 هستند یا 150 یورو 12 نفر یعنی امسال الحمدلله برادرانی که در گروه 50000 بیشتر از برادران 25000 هستند. پس سهم خودتون بگذارید از روسیه هستید هیچ مشکلی ندارد همه راههای به خطر الحمدلله که وجود دارد تنها و تنها خواستن مهم هست میدونید واتساپ کاملا خط است و تلگرام نویسید حتما شما میتونید با واتساپ که با واتساپ در تیمو باید صحبت داشته باشیم نمیتونید نوشته تنها با تلگرام با واتساپ نویسید ان شاء الله تا بتونید همراه بودن با اصلاح وطن 665 بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوارم اینجاستی استاد همه شبای بزرگ 10 روز اخیر به حد شبای بزرگ یگم برنامه در استاد برنامه که نمیتونیم خیلی کمتر خسته میشیم روز دیگه یگم چی دیگه همه اوز اکایی که گذشت پیش تای ما گفت یگم گب نگیم شون گفت خیلی موی شریف رمضان های امورا نیک دوملو اکما میگم که خدا لعنت چون کنه هر کس که قطعی امی رحمون فهمو در این عذاب مردم در این عذاب چه خیلی ما در همین شبای بزرگ دعاشو نکنیم این فرصت های دعا کنین که نم خیلی خونه شونه نم خیلی چپک نه بعد چشمشون ببینن هر روز دعا کنیم ما با خدا دوملو کو بیغز این همین شبای بزرگ 10 شب اخیر پیش همین رمضان هم دعا میکردم در همین نمازون که خدایا هر کس که رحمان با قطعی رحمان و صدقانیه علا لعنتش کنه
خدا چپا و شرمندهش کنه، خدا ما را موفق بگردونه، هم خیلی ببینن هم انشاءالله. این روزای فرصت. خب دوملا این کم ترک چی بریم جنگ بزرگ شده سایه رفته سایه هم کمک کده سای با دولت جمهوری را. این مثال آذربایجان و خیتای چخیل دورایه رحمان ولو مولیده ایستاده کو کمک نمیکنه. این قایک رحمان همون بیچاره کمک کردن، تونلو را ساختن، چیکارا کردن، یک قبچه ارد یردم نمیکنه باشه. خاکو رحمانوف چی میگوی؟ رحمانوف پاتوری در جای گفتی که پا نامعلومه پا زپای نابوتای رنگی که یازی میگن، یعنی که بعضی ها با ای گاب زده سن مردگیان. همین باور که من همین رحمانوف باور ندارم پلان علت صحت بدنشه. همین هر چیزی که میکنه یگان خیلی باورش ندارم میره پاتا. که جا فهمید این گپ توغری نه که جا او موران او چخیل بگو اونمو لگم برداراش یا که نام چپلوسایی که علو لعنت چون کنه سیتقنم با هم واکوس هویدی که ما اوریو نجات میگن که آخه نمی چی میشه همین جاش. ما اینم تایی دوستو برادریم، دوست همین پزشکی ها نگیرفتنم خودی ای دنغره نباشی اوریوی نیستی آخه. اینجا خیلی اگر که بخوای که فکری یعنی که مثلا اوریوی باید ایدنغره باشی باید تو اوریوی میشه. ایدنغره نباشی اوریوی نیستی. باید قریبی خونه مایرم دا باشی اصلا با هم با اصلانش اگر اوریوی توزه باشی باید قریبی خونه مایرم دا تولد چیده باشی خونه دم جو باشه. گفتی گپا اگر همتری باشی تو بعد گفتی گپا چی یعنی که تو بعد از اوریوی اگر فکر داشته باشی که تو اوریوی باشی تو باید ایدنغره باشی. انا بعد همون که هستن با همون رحمانوف اوریوی هم توزه که هستن یا فکر کنین انسان هم 50-100 ماشین در همین روزای وزبین چیه اون مردم مدیکامنت ندارن یا چی ندارن اون مردم ما ایا پرای کیسه شون نگوره دوملو اونم یک کیلا بگا بک صبور بگا قداشا یا کی نامو چی نداره اونمو کریسای که ایرپورت بود بردنش کلینیک کردن کو لوبای شب گوخی نم لوبای شب 50 کمات اسمت دولیکا بگا او هم لوبایشا شیرالی کبیره و لوبایشا یا که نه دیگه شوخی خدا کنه که بفهم ای مسئله را دیگه دور دراز نکشیم بفهمین ای با خدا واقعا ای با انا دوملو مسئله خمونده بگذاره مبارزه خمونده استاد امیجا چی شده سای وزی سانکسیون روسیه را هوی کرده سن باید نفت را بفروشه امکان نداره جنگ دور دراز میکشه حتما با فکر ما که یک قصی جنگ امی سای روسیه را هوی میکنه برای روسیه سختی بکشتگی بکن همه که هوی شوه ما در مشکل نمیشه وقتی او با قوت شوه قدرت رحمانوف داری وزبین پزبین بو نمیشه روسیه با قوت شویش نه قوت شویش برای ما همین مردم خودش اگر بخیزه یگون کسی یگون کار کردن نمیتونه رحمانوف ایره هیچ وقت فراموش نکنه. رحمانوف فهمید عجلش در دست همین ملت در دست همین مردم ای تکش تو هیچ وقت این مسئله نترسه این مسئله هیچ وقت نترسه ان شاء الله. ما در این مسئله نترسه مسئله کی همون بود صد یکم ارمشه همونجا با قوت نکنه ده از اونجا خالی از اونجا پوچه هر کار قوش نیستای همین رحمانوف یگان خیلی انشاءالله که فایده نمیتونه رسونده. رحمانوف هیچ کس خدا کنه که هم خیلی باشه تمام اگر فهمیدیم که خدا کنه هم خیلی باشه خدا لعنتون کنه آخران دو فهمید میگم پیش ایگپ و میبرم دوملا بچه های کروک سدید 19 نفره چند کسای بودن اینا یا امره دودن بگنو اینا صاحبای ملت صاحبای دولت بفهمین دولت صاحب دوره میگه بفهمین یا تجاگه بفتن نمیتونین هم بوتیلکه در برش صورت پوتین صورت رحمان فهموندگی فقط میلسین یا برگه بزنین کو 19 نفر چورت پبیری بردن توجیکه قمه کسان اوی با میگه چند کزیگه اوجده دوله دو دیسای 100%. انا میای به اینم به صاحبی پرستش یک اولادی کثیف عاقبتش نمیای
اینه بچه با نوشته هستن که اسعار بانکای اویلا ای مردمی که پول روی میکنن تاجیکستان ای 30 تا 35 سومونی را پول خورده هستن. بانکای اویلا ای 30 تا 35 سومونی را پول خورده هستن. همینه علتی یعنی که هر یک چیزی که میشوه مصائب قوم فواید لقوم آخر، مصیبت ملت فایده سمیه رحمانوف. هر مصیبتی که بالا سبب شامل برای چیه؟ سبب شکو تو میگم برای چیه دوملو؟ برای از دلار یک چیز نفت بالا رفتگی قرب روسیه خیست. قرب روسیه خیست. نه که ما همون پولای گرفتیم میگن مردم. همین مردم میگه که رویش گیسیم همون پولای نمرد یک اوزودی را میبینیم همون قربی پولای. بله. چند دین خب میکنیم گفته سیم کو زدگی ای ملت. برای چی؟ برای اون مردک دلش پرای که غلام داره درون. غلاماش اون همون که مردم از ظلم میکنن. نموی که رتبه دارن. اویلیکاشون هم میگیرن پولاشون میبرن در دهنی مردم هم میکنن، میبرن خون و تر میکنن در دهنی کودکای چون پر میکنن. همین خیلی نیسته همین خیلی 100%. خدا لعنت چون کنه برای نفسه. سلامت باشه. خدا نگه. سلامت باشه. واقعا هم برادرایی که در این مسئله کراکو سیتی با تهمت بردن، حکم قتلشون دادن یا حکم زندانی ابد، واقعا دهشت است. خداوند برادرایی که به این مصیبت گرفتارشون کردن واقعا هم خیلی دهشت است برای این ملت که این مردم در این وضعیت ها و در این حالت ها یعنی نگه می‌دارن، مردم در یک حالت ترس قرار دادن. یعنی این یک بدبختی کامل این ملت است تا اینکه این ملت اگر خودش نتواند خودش نجات بده یعنی که دیگه هیچ کس ما و شما را نجات داده نمیتونه. اما خاطر در این قضیه ها باید مردم ناآگاه نباشن. ناآگاهیشو یک کسی دیگه تا پگاه میخپن میکنن. پگاه در جای هم بچه در یک حادثه دیگه یک کسی دیگه تونو میخپن هم تری حکم میکنن میره بعد دیگه پاجیزنی. برای میخواه هر چی قدر که رحمانوف میلیسه، رحمانوف کدوم لیسیدگیشه او را حمایت کردگی نیست. رحمانوف همین کدوم میره که همین گپی سختش گفتگی همو با بیشتر یعنی که قدر داره. رحمانوف هر کسی که زون ابروردگی لیسیدگی وضعیت همون بدتر شدگی. هر کسی با اویله این نزدیک شدگی بیزنس مینو کپاش سختگی. همون خاطر رسیدن بس کنه باید بدونه که نجات ما و تو در دست خودمونه. اگر ما نجات خودمونه یعنی که فکر نکنیم پس هیچ کس در فکر موت نیست. خب بله سلام علیکم ریگر بفرما. بله ریگر. بله اینترنت شما مشکل دارد برادر. خب برادرانی که نمیتونه صحبت کرده توسط واتساپ زنگ بزنید تا انشاءالله که صحبت بکنید تا برنامه ما هم تقریبا به پایان رسیده است. دیگر خوب آنچه که بود گفتیم و بار دیگر هم تکرار میکنیم در قضیه برادرانی که همکاری با اصلاح میخواهند بکنن همکاریتون ادامه بدید. در قضیه کمک هایی که انجام میتین 20 نفر برادرانی که در هر منطقه هستن، نخواه تاجیکستان بتونن کارشون انجام بدین، نخواد از روسیه بتونن انجام بدین، از امریکا بتونن انجام بدین، از اروپا همچنین. بچه‌های اروپا واقعا هم در این قضیه خیلی کم یعنی که همکاری کرده هستن. پس همراه بودن تونه انشاءالله که اعلام کنید تا اینکه بتونیم بیشتر و بیشتر انشاءالله کارهامون انجام بدیم. خب فعلا دیگر یگان نفر دیگر نیست. خب تا افطار ما هم نیم ساعت دیگر باقی موندگی است و انشاءالله که ما کوشش میکنیم در نهایت برنامه‌مون دعا میکنیم. وقتی دعا هست در این شب‌های مبارک رمضان دعاهای خوبی انجام بدید، در سجده هاتون دعا کنید و در عملهای خیر و نیک خوب 27 28 29 ممکن 34 روز دیگر داریم یعنی که عملهای خیری ما یعنی که پاداش خوب انشاءالله برای ما میتونن داشته. پس در انجام عملهای خیر خوبتون انشاءالله که کوتاهی نکنید.
ما تا چی قدری که بتونیم کار انجام بدیم همون قدر به منفعت ما میتونه تمام شود. نه ترسید، ترس کنار بگذارید. وقتی ترس گذشت، وقتی یعنی ایستادگی و پایداری است، نه وقتی ترس، نه وقتی وهم، نه وقتی یعنی که خودش انسان دیگر در حالت بد قپیدن و نگه داشتن. امیدوارم که انشاءالله میتونیم ما و شما با یک جایگی کارهای خوب را انشاءالله که انجام بدیم. و در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی عزت و شرف به این ملت باز بگرداند. خداوند یک بیماری و بدبختی را به عائله کثیف رحمانوف یعنی که آبتم خداوند گرفتارشون کنه. الله سبحانه و تعالی عزیز ما را چنانه که مادر این ملت، زن این ملت در سوگ در ماتم فرزنداش نشستن، خداوند در این بیگاه ماه مبارک رمضان دعا میکنیم که عزیز ما و 7 دختر رحمانوف در سوگ فرزنداشون انمیته بشینن. هر مصیبتی که بالای این ملت آورد یعنی که این دامادا و این عائله و رحمانوف و با مقاماتش با فرمان اینها، خداوند اینها را مؤاخذه کن در این دنیا تا اینکه شفای صدور مؤمنین باشند. و الله تو به این قادر و توانا هستی. خداوند تمامی برادر و خواهری که از این ملت شهروند این کشور در بیرون از کشور هستند و مشقت و عذاب میکشند، با سری بلند به وطن برگردند. و با سری بلند برگشتن ما تنها و تنها یک نفری که در کشور ما و شما را ظلم دارد این رحمانوف است. ای الله در این بیگاه ماه مبارک رمضان قبل از افطار دعا میکنیم خداوند هر چیز زودتر سرنگونی و زوال این رژیم خانمان سوزی ضد دین، ضد تو، ضد قرآن، ضد سنت، ضد رسول اکرم، ضد فرائض اسلام، ضد شریعت اسلام، ضد فرهنگ این ملت که این رژیم رحمانوفی پلید است. خداوند هر چیز زودتر از مدار و از قدرت دورش کن. و الله قدرت و عزت و فرزندان واقعی این ملت عنایت کند تا اینکه بتوانند برای این مردم، برای این وطن، برای این دولت کار خوبی انجام دهند. و هر کسی خیانت به این دولت و ملت میکند الله همیشه و همیشه خوار و ذلیل و رسوای این دنیا و سرای آخرتش بگردان. الله سبحانه و تعالی تمام اون زندانیان بیگناهی که با ستیه های 307 و ستیه ها و تهمت و نامه های گوناگون رحمانوف در زندان های رحمانوف هستند، خداوند آنها را از زندان و سیاهچال های رحمانوف بیرون بگردان. خداوند به منصور عمرов اولا رحم بتیه، ولی اگر رحمش نداد و ظلم بالای زندانیا بیشتر کرد، خداوند مبتلای بیماریش بگرداند که اصلا از اون بیماری نجات نیابد. الله فرزنداش در نزدش در پیش چشمش ببینه تا اینکه با وضعیت های بد و بد گرفتار میشوند. ای الله هر ظالمی که در زندان با زندانیان ظلم میکند، آنها را عذاب میتید، از آنها پول میکند، آنها را با وضعیت بد گرفتار کرده است، در این بیگاه ماه مبارک رمضان ما دعا میکنیم که خداوند تمام ظالمانی که به هر فرزند این ملت در زندانهای رژیم منحوس رحمان و ظلم میکند، خداوند اون ظالما را به کیفر اعمالشون برسان و الله زندانیان بیگناه این ملت از زندانهای رحمان و آزاد نماید. الله فرزندان این ملت که بیگناه در زندانهای خارج از تاجیکستان، در زندانهای روسیه قرار دارند، آنها را از زندانها آزاد بگردان. و هر نفری که بار دیگر میگم خیانت به این دولت، به این ملت، به این وطن میخواهد بکند، خداوند خیانتکار جزای پاداش سنگین براش بتی تا اینکه شرمنده و رسوای این دنیا و سرای آخرت گردد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.